تو ملبورن استرالیا برای اولین بار یه قهرمان ایرانی بالاتر از حریفای آمریکایی و شوروی قرار گرفت. غلامرضا تختی که تا قبل از المپیک ملبورن چند بار تو مسابقات جهانی المپیک مدال نقره گرفته بود، حالا روزهای طلایی خودش رو شروع کرده بود. بعد از طلای المپیک ملبورن، مدال طلای مسابقات آسیایی 1958 توکیو، 8 بار قهرمانی کشور، 3 بار تصاحب بازوبند پهلوانی در 3 سال پیاپی، قهرمانی تو جام‌ها و میدون‌های بین‌المللی مختلف، این انتظار رو تو مردم به وجود آورده بود که تختی هرگز قرار نیست از سکوی اول پایین‌تر بیاد. اون روزا خنده از رو لبش نمیافتاد. بعد از هر طلایی که می‌برد، وقتی برای مصاحبه باهاش می‌رفتم بهم میگفت اون لحظه‌ای که مردم با شنیدن خبر طلا گرفتنم شاد میشن مهمتر از خود مدال گرفتن. من به خاطر خوشحالی اون لحظه مردم زنده‌ام. تختی برای مردم تبدیل شده بود به نماد پیروزی و غرور. زندگی من مال خودم نیست. مردم انتظار دارن ازم.